جرمی که مولانا متوکل داشته منی جرم دارم، هر جرمی که مسلم یار داشته منی جرم دارم، هر جرمی که عبدالظاهر دایی داشته منی جرم دارم. تمام علمای ربانی همه اونهایی جرم دارن که علیه یهود و نصارا و غلامان میشی. در طی هفته گذشته ما شاهد یک عالم مهاجر بودیم که در این شهر جام شهادت نوشیده. آیا کسی هست پرسان بکنه؟ آیا کسی هست که این پیگیری بکنه؟ آیا کسی هست که از مظلومین و مستضعفین دفاع بکنه؟ من برای مسئولینی که با خدا و دیندارن در نظامم، ای کسی که تو مسلمانی و در این نظامی، ای کسی که درد دین داری، ای کسی که حب قرآن و اسلام در سینه توست، ملحدین و مجرمین و انسانهای مذبذب که الان علما را شهید میکنن و اسیر میکنن، تو کسی که دم از جهاد میزنی کجاست غیرت تو؟ تو کسی که دم از دینداری میزنی کجاست شجاعت تو؟ کجاست غیرت تو؟ کجاست اون همت تو که از گریبان رئیس جمهور بگیری، از آرزم میاد پروردگارا؟ علما وارثین انبیا هستند، وارثین حبیب تو هستند، وارثین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پروردگارا به برکت ماه مبارک رمضان، به برکت صائمین ماه مبارک رمضان، به برکت این لبهای خشکیده، به برکت این شبهای قدر، پروردگارا علمای ربانی را از قید اسارت نجات بده. پروردگارا اونهایی که به جرم کلام تو، به جرم دعوت و تبلیغ کلام تو به زندان رفتن، پروردگارا اونها را از قید اسارت نجات بده، از چنگال ظالمین نجات بده. پروردگارا این دستا به طرف تو دراز است، به طرف غیر خود دراز نگردان. پروردگارا علمایی که در قید اسارت هستند، پروردگار اونها را صحیح و سالم با آغوش گرم خانوادهشان برسان. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو.